مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 7 فوریه با نشر دو عکس از محل صدمه آوازخوان جوانمرگ دمیربک اولموف برخی جزئیات این صدمه مرگاور را نشر کرد. در اطلاعیه وزارت گفته می شود که 5 فوریه سال 2022 تخمینا ساعت 01:00 دقیقه راننده افت-ماشین طبقه خوندای سروی اولموف دمیربک بوتورویچ سال تولدش 1989 ساکن شهر خوجند هنگام حرکت در راه ماشینگرد خوجند سامرغ به خطری حرکت راه را تامین کردن نتوانسته از روی ماشینگرد به قسمت شغلپوش همشفت راه و بعداً به صحرا پیوست. از روی ماشینگرد برآمده یک چند مرتبه چپ شده است. متاسفانه در نتیجه این حادثه ناخوش راننده مذکور هنرمند شناخته دمیربک اولموف جراحت وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخلی تفصیلات دیگری نداد. تنها افزوده است که از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. در همین حال مسعوده اکیلووا یکی از کاربران فعال فیسبوک فرضیه‌های برخی کاربران درباره مست بودن دمیربک و همراهانش را رد کرده استفاده تلفن موبیلی را هنگام راندن ماشین سبب مرگ این آوازخوان جوانمرگ گفته است. او می نویسد در ماشین 3 نفر صنعتکاران سرگرم صحبت می شوند. حرف از برگزار کردن کنسرت به نزدیکی آماده می کردهش می رود. دمیربک از البوم نوش می گوید و با شوق می خواهد از تلفن موبیلی آهنگ نوی ایجاد نمودهش را به همراهان نشان دهد. مشغول با تلفن از گردش سر راه بیخبر میماند. ماشین به گردش برخورده چپگردان می شود و صدمه رخ می دهد. طور قبلا خبر دادیم دمیربک اولموف شب 5 فوریه در یک صدمه در گردش باغ ملی در موضع سرتوقه در حدود نویه باباجان غفوروف جان باخت. در این صدمه 2 نوازنده گروه دمیربک اولموف جراحت برداشتند. بنا به خبرها ماشین دمیربک اولموف در راه بازگشت از خوجند از یک هنرنمایی در نویه باباجان غفوروف دچار صدمه شد. آوازخوان روانشاد امگی 32 سال داشت. از او 3 فرزند 2 پسر و 1 دختر یتیم ماند. دمیربک را نیمه دوم روز 5 فوریه در زادگاهش شهرک قونچی مرکز نویه دیوشتیچ ولایت سوخت به خاک سپاریدند.